بسم الله الرحمن الرحیم. سورة هود علیه السلام، آیه مبارکه 46 الی 53، صفحه 227. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله متعال در آیات قبلی و ای آیات مبارکه داستان حضرت نوح علیه السلام را بیان میکنه و همچنان داستان حضرت هود نبی را تفصیلا الله متعال ذکر میکنه. الله متعال در آیه قبلی بیان فرمود که حضرت نوح علیه السلام صدا زد به پروردگار، ندا کرد و گفت ای الله متعال پسر ما از اهل ما هسته و وعده کردی که او را نجات میدی اهل ما را، پس تو بهترین احکم الحاکمین یعنی بهترین و عادلترین حکم کننده هستی. در این آیات مبارکه الله به نوح علیه السلام بیان میکنه که فرزند تو از این که عمل نادرست را انجام میده و ایمان نداره او از اهل تو نیسته. پس در مورد کسی که عمل نیک را انجام نمیده از ما سؤال نکن. الله متعال میفرمایم قال گفت الله متعال یا نوح و ای نوح علیه السلام انه ارین کنعان که پسر تو است لیس من اهلک از اهل تو نیسته انه بخاطر که امی پسر تو که کنعان است
عمل غیر صالح، عمل نادرست را انجام میده. پس انسانی که عمل نادرست را انجام میده و معصیت و گناه بکنه، الله از رو میگردانه. فلا تسألنی، پس سؤال نکن از من، ما لیس لک به علم، با آنچه که تو علم با آن نداری. انی اعظک، ارینما تو را نصیحت میکنم، ان تکون من الجاهلین، این که نبوده باشی تو از انسانهای گناه نادان هستند. وقتی که حضرت نوح علیه السلام متوجه شد، به الله رجوع کرد، از الله مغفرت خواست. قال، گفت حضرت نوح علیه السلام، رب ای پروردگار من، انی ارین، من اعوذ بک، پناه میبرم بر تو، ان اسألک، این که سؤال بکنم، ما لیس لی به علم، با آنچه که من به علم ندارم. تو میدانی ای پروردگار. و الا تغفر لی، اگر مرا مغفرت نکنی، و ترحمنی، بالای مرا رحم نکنی، اکم من الخاسرین، می باشم از جمله انسانهای زیانکار. حضرت آدم علیه السلام و بی حوا هم زمانی که از بهشت الهی بیرون شدن به زمین، باز همینطور دعا کردن که ربنا ظلمنا انفسنا، ای پروردگار و متعال، ما بالای نفسهای خود ظلم کردیم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر بالای ما رحم نکنی، مغفرت نکنی، ما هم از جمله انسانهای ظالم میشیم. پس رب العالمین دعای نوح علیه السلام را قبول فرمود. الله به حضرت نوح گفت که تو و کسایی که با تو سلامتی از عذاب نجات پیدا کردن، ما بر تو و با اونا برکات را نازل می فرماییم. با امتهایی که بعد از تو میان، قیل، گفته شد، یا نوح، ای نوح علیه السلام، اهبط، پایین شو تو از کشتی، به سلام منا، به سلامتی از طرف ما. که کشتی در کوی جودی، غالبا در عراق یکو واقع هست، در اوجا حضرت نوح علیه السلام را امر شد که پایین شو با مسلمانا. و برکات علیک، و برکات بر تو بوده باشم، و علا امم، و بر امتهای ممن معک، با تو هستند، چون نسلهای بعدی از اونا به وجود آمد. و امم، و اتر امتهایی که سنمتعهم، زود از اونا را عطا بکنیم. ثم یمسهم منا، باز برسد از طرف ما، عذاب علیم، عذاب دردناک. آل رب العالمین وقتی که داستان نوح علیه السلام ختم میشه، این را بیان میکنه که قصه های افسانه‌ای نی، بلکه وحی الهی است که انسان ها از این بزرگترین درس را در زندگیشان باید داشته باشند. تلک، این است، من انباء الغیب، از اخبار غیب پوشیده، نوحی ها الیک، که وحی کرده میشد به سوی تو ای نوح علیه السلام. ما کنت، نبودی، تعلمها، یا که خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما کنت تعلمها، نبودی که ایرا میدانستی، انت تو ولا قومک، نه قوم تو، من قبل هذا، قبل از این، فاصبر، پس تو صبر بکن، با آن مصیبت ها، دردها و رنج ها که به دعوت بر تو میرسد. ان العاقبت، ارا این عاقبت نیک است، للمتقین، از برای انسان های پرهیزگار هست. پس وحی الهی اخبار غیب را بیان میکنند تا انسان ها بزرگترین درس را از این داستان ها در زندگیشان داشته باشند که از دعوت خسته نشند، دعوتشان به خاطر رضامندی الله اینا ادامه بدن. سختی ها، مشقت ها در زندگی مسلمان نسبت به کافر بیشتر هست، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که اطراف بهشت الهی را سختی ها پوشانیده. انسانی که می خواهد به جنت بره، با تکلف، سختی، درد، رنج، در مشکلات را در زندگی دنیوی ببینم. و برای کسانی که کافر هستند، این دنیا برشان به عنوان بهشت گفته شده و آخرت به اونا عذاب هستند. الله متعال بیان میکنه، و الی عاد، و بسوی عادیان که قوم بود، اخاهم هودا، برادرشان هود علیه السلام را روان کردیم. هود علیه السلام پیغمبر بود و این سوره مبارکه هم به نام سوره هود ذکر شده.
و حضرت هود نبی به سوی قوم دعوت شد که اونا را عادیان میگفتن، سخت مردم سرکش بودن، سخن پیغمبر نمیپذیرفتن و لحاظ جسمی بسیار قوی هیکل بودن. الله بیان میکنه قال گفت حضرت هود علیه السلام برای قومش یا قوم ای قوم من اعبدوا الله، شما الله را عبادت بکنین، ما لکم نی شما را من اله غیره، غیر از الله هیچ خالق و رازق و مالک شما غیر از الله معبودی ندارین، تنها الله را عبادت بکنین. این انتم نیسین شما الا مفترون، مگر به الله دروغ بسته میکنین با عبادت کردن بتها. بعد از این حضرت هود علیه السلام وقتی که قومش را به توحید فرا میخواند و ایده هم بیان میکنه که یا قوم ای قوم من لا اسألكم، سؤال نمی کنم از شما، علیه اجرا، در مقابل دعوت خود کدام مزد را، این اجری نیست اجر من الا علی الذی، مگر به اون ذاتی که فطرنی، مرا خلق کرده و پیدا کرده. الله مزدی که بر من میته و بالاتر از همه مزدها هسته، من شما چیزی نمیخوایم. افلا تعقلون، آیا شما تعقل نمیکنین؟ بعد از این 3 سال بسیار سخت بالای قوم حضرت هود علیه السلام قحطی آمد، باران نشد و قریب بود که اینا هلاک شوند و از بین برن. حضرت هود علیه السلام به اینا گفت که شما از الله مغفرت بخواین، الله متعال بر شما باران پیاپی را روان میکنه که تا قوی شوین شما و مجرم نبوده باشین. گفتی و یا قوم ای قوم من استغفروا، شما مغفرت بخواین ربکم از پروردگارتان، ثم توبوا الی، باز به سوی الله توبه بکنین، یرسل السماء، که میفرست الله متعال از آسمان، علیکم بر شما، مدرارا، باران پیاپی را، و یزیدکم، و زیاد میکنه برای شما، قوت شما را، الی قوتکم، به سوی قوتتان، یعنی همه قدر ظرفیتی که داری الی الله بلند میبرم. ولا تتولوا مجرمین، شما نگردین مجرم نبوده باشین، تا زمانی که شما رابطه تان به الله بوده باشه، الله بر شما باران رحمتش را نازل میفرماید. پس مغفرت خواستن از الله، استغفار، بسیار فواید را در خود دارد. آن قومش در مقابلش استاد میشه، میگه بر ما اتر دلیل واضح نیاوردی که تو را ما الله تا عبادت بکنیم و ما معبود خود را ترک نمی کنیم که بتها است. قالو، گفتن قوم حضرت هود علیه السلام عادیان، یا هود و ای هود، ما جئتنا، نیاوردی بر ما ببینت، دلیل واضح، و ما نحن، و نیستیم ما بتارکی که ترک بکنیم آلهتنا، خداهای خود را، عن قولک، از سخن تو، و ما نحن، نیستیم ما لک، برای تو، بمؤمنین، که ایمان بیاریم و تو را بپذیریم و قبول بکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.